بیمارخانه بیایید. سوزن اکا. تینجه. شکر دکتر جان تینجه ما رو دعوت کرده اینجا. اکا جان دخترچه تونه ماشین زد. واه چه خیر؟ خای در کجا؟ اکا جان شینت آرام شوید. شینت من همه اشی رو میفهمم. و من چه خدمت کنم که دخترچی من ساز شوم؟ اکا جان برای جراحی دخترتون 10,000 که ما هر چی زودتر جراحی رو سر کنیم. وای این 10,000 دکتر جان در این وقت بیکاری من از کجا بیابم؟ اکا جان لبای از دست ما همین قدر دستگیری بیایدم. تمام. خوب تشکر دکتر جان ما از روی همین کار میشه. شما این طرف کار دیدم که دکتر جان التماس. ما اکا جان خوب تشکر. هر چی زودتر ما از روی همین کار. لبای چه خیلی شید من ماشین زدن؟ این هم خزادن کات کی؟ خوشی رو زد؟ ولی بین های پیشی بینو ما همونجا میرموزیم همون رفتم کو تو که جاده بفروی من؟ کم تا پیشتر گه که بفرو من برم بداود بفرو تیز که درشی داخی ادی در چلی میشه این ناشیگی شبکه سر داخی ترا آخه نمیریم در تساس این ناشیگی شبکه سر دامی تلقه سر نمیری آخه بای که يا بلاي اوك ناس كزفته ايرو تجنا همه کرده دو چور شدیم و میبینی آخی موی سر تا پس کنی آخی حالی انمی ما تا نمی درجه را عذابای اکا برادر یک بار ما بینو باید؟ نه ممکن است اکا همه شب باید همون خانه و در ما فروخته باید بیام جانی همون دوست داشتم خریداری کنم ها؟ درسته یا نه؟ درست این بعد یه نیم ساعت کار حل میکنم اکا این دیگر که سویره در حقیقت روز داشته شما گفتیم ما پیدا کردن ته رفتیم بالا رفتیم خونه خشته بالا رفتیم پیدا کردن نتونستیم در همین فکریم که با فکر شما که ما دخترچه را عینس میدهیم نه اکا جان دخترچه تون سوز سلامت است و چی خیر و شما گفته بودید این آخی سوز نمیشود و من هیچ مبلغ یافته نتوانستم بعد همه شما رفتن یک بچه که فقیر اومد گفت من از دیده همون دختر هستم چی خدمتی باشه گفت من میکنم اجرا میکنم خونه‌اش رو در فروش ماند اومد ما جراحی رو گذروندیم باقی سلامت با خونه ما آمدیم اگر شاید که مادرت نشد همین حادثه روی نمیداد برای همین دخترم احتیاج شدم در کار دیدگی با مغزم که بینید آدم یک ورود احتیاط میشد نگاه میکند
چون دیدی که در مولاد ما جای من خرید پدر جان قهوه بیارم نه همین وقت مرا قهوه تو میخورم همین غمتیر کم که گرم گوش که بس برای من هم قهوه هم همش بالاتر شیرینی های دنیا نه دیگه پولمون نه مالمون نه سوالت دولتمون برای چی گوش نمیکنید تو مرا آدم برایش راست میگرده از روی یک صغیری کم بغل شده من ما از همه چیمون ای دست دادیم نه گاومون نه مالمون نه خانه و در نه ماشینمون این هم یک خانه که دیگه مونده همین هم ای دست برای دیگه چیکار میکنیم تو باشی گشت دیدیم یک صغیری کم بغل گرفته پدر جان مرا با گشما در کار نیست تنها بچه من دوست میدارم مال ملکش ما در کار نیست اومده خوبی کدگه پدر جان بعد من تنها وای میخوام تمام گفته گفتم اوف فهما پدر جان خانه گفتم که خانه هم فخرم خانه همینجا بله پدر خیلی ها بینیم بیا که چی خیلی های بوجا سلام علیکم مرحمت روی نه رحمتی کلام همین خانه انور همینجا باشه خونه انور همه دونون روی خونه رو من خریدگی اومد و قریبی خریدین شد یک هفته شده نمیدونی که انور در کجا باشه همه قشمه دومد کرد هم داشت بیابون در اونجا به خونه و در خواد چی واقعه شد که این انور جون خانه رو فروخت واقعه چی واقعه شد نمیدونم اما خونه رو ما در فروخ ارزون خیز برم جو نشتیم واقعه چوی میکردیم با میرفته سلامت باشی نشتیم چوی پدر جان بل که با پسنت پدر جان تا کجای ولی که نه میسه پدر جان ما ایش میپرسیم اینا اینجا بیا دام بیس اینجا بیا برادر همینجا یک بچه که فقیری کم بغل زندگی میکنه میگه همین خونه‌اش در کجا کم تو میخوره همین خونه بده تریزه اینجا زندگی داره در همین نزدیکی های همون را ما رو نشون میدادی بچه کاکا جان گوش کمرم همین تو دادری ما ترم لوبای خیلی نگاه میکنم فقط صبر طاقت کن اگه چی خیلی که ما همین دوست داشتم من چی خیلی ما که در وای ما نگاه نمیکردم وای برای وای من جان ما تو میدونی امیرا میتونم دادا جون تا اگر جان ما که نمیدادم کو خانه مانا نمیفروختم بله دوجه نمیدادم وای ما سلامتیش نمیخریدم ای بیا کم تونی کم به خونه میدن کنیم این اکا اینجا کای داره چی داره بیا اینجا کای که چی داره اینجا علفه یا کریش داره یا که بارون زنه چی خیلی میکنم اگه بارون ای بارون زنه؟ کلا اینی چی تو؟ ما اگه تو بیاقلم تو دا ما وقتی بارون زنه شوکم نه نمیشه برای که سری ترنگی زونتی کرد زونتی؟ بارون نمیزنه نمیرسه با یکون جون تا نمیشه نه بارون نمیرسه با گوش کجورا این چرا این خود زونتی دوری من اصلا کنی ای خیلی گوش کن این بارون که زد تو من اچاق میکنی من تیره تموم بارون زنه کاکا جان کلزن میگم گوش کن مرا پول نداری که بانیزم خانه را فروخته من این همه $10,000 شا بردون در دختور بانیسه دادم من از خود کدم موندگی پول شا 2000 رفتیم هر چی خریدیم خوردیم گیجو شد وای هیچی نشد اگه گوش کن با ما تو خودم تو گوش کن همون گذاشتم همسایه بلوگی ایکو اگه صفا این برو کادو گفت که بهش تا گفتم اگه گفت که بچه این همین دو دگه تای شوتی که زندگی بودم تو نگاه که بروکای کندگی قطشتگی ما خما اوه شوتی داشتم با تو سازی مرا گوش کن گشنه و تشنه ما این اگه شخلی خونه را فروختی ما به خونه بدم اون تو موقع یک کلیشه پریشه ندارم گیره نکن ای شما که اگه بیام من رفتیم همچه خونه بدونم همین چی همچه خورم خودت چی کار میکنی کنه من رفتیم کاکا جان من کاکا جان کاکا جان اکتا تو خنا پرتو او توقع میپرم دنگه خواهم گلو میدم و کنزل میکنم پندری بانگم مرا گوش کن نمیسی خطی ما خواهی برا کوارتیر بگی در کوارتیر زنده کن برا گوشای دادرت دنیا را نگاه کن دادرت نمیفهمم چی خیل کنم خواهی در نصیب چیزه باشه نصیب نمیبینی
آکا مهمون اومدن ها مهمون اومدن تنجا تنجامون مهمون سلام کی مهمون هیچ گاب نه کنی بیا بچه را بینیم السلام علیکم و علیکم سوز نکن تنجا خوبه سلامتی زور ساخ سلامت ای دکتر برو مدی جگره کارا خوب تمام بچه جان و شما برای چی در اینجا زندگی دارید؟ برای که خونه و در ندارم در اینجا هیچ شرایط ندارین شما چه زندگی میکنین؟ یگان جدا خونه و در داشتم خونه و در داشتم راستیگه خونه و در ما در یک کمبودی در پستی شید راستیگه من خونه و در ما فروختم به خونه و به در شدم در همینجا قطعی دادرچم زندگی میکردم دادرچم اینا دیدم اینجا را توخر نکرد زندگی کردن نتونید همینجا خیس کوارتیر را خودم به خونه و به در همینجا صبر و طاقت کرد دیگر یگان جای زندگی میکردگی ندارین؟ نه تاقا جون بیماری تاقا جون شما خودم با فکر میدونید شما نفکرید همه بیماری و همین پستی راستیگه ایروی همین دوست داشتم ماشین صدمه شد ماشین زدش بالیسا بودیدش اپراتسای مزمین دیل ای کار نمون گفتن که همه خیلی پرابلم میشه همه قدر پول در کاره مجبور شدم تاقا جون من خونه و در ما فروختم در انمی خیلی جوی به در و به تریزه و به کلیشه خوامیرم و زندگی ما ساز باشم بختی ما بخت شوم میخوام که قطعی همین دختر شما داغ از زندگیم شروع روه دور و دراز خیلی شما دختران در همین فکرها چی گفتنیه؟ پدر جان اون چیزی خواستم بشم ما با همه مونیم راضی این شما دارم راضی این پدر جان خیلی راضی که باشین خوشا پیرتون کنه نه که همراه من هر دی شما میره اینجا شما زندگی نمیکنید خیر دختر جان پسر جان عزیز بسیار برای دستگیریاتون تشکر میگم دستگیری کردیم من همینقدر صدمه دچار شدم بیمار شده بودن دستگیری شما بسیار خوب مثال کمک خوب رسانده ما بسیار نداریم امروز مثال این لحظه ها بسیار بخشش میپرسیم که ما در بین شما کرونا در آمدیم زندگی شما را دخالت کردیم وای کردیم که این را باید با جوانام آدمای کرونا بفهمند سلامت باشید آقا سلامت باشید دائم سلامت باشه اگه زندگی را خوش و خرسندانه بگذرانه خاندانتان آباد باشه خوشا پیرتان کنه تنی صحت وقتی خشت دل بیغمتان تیا آمین و رب العالمین اگه با همراهی ما میرویم یکم جایی آباد زندگی تینج آسوده میزگرم ما اینجا بسین زندگی کنیم چی؟ نه که اینجا خوب اینجا یکم بچم یکم شرایط ندارین در اینجا یک جای آبادی تر رفتن در کار برای که تاجیکستان ما این روزا بسیار گلگل شفان شده است در اینجا شما زندگی کردن خوب نمیشه ما راضی تاقا جان لبای من راستیگه با این لباسا به خانه شما رفتنی نیستم برای که این لباسای ما به خانه شما طلبگو نیست اکو قطعی ما سر عزیز یک اویله که بنیاد کردیم فرق نداره چیزی پوشیدیم همون خیلی میپوشی چیزی خوردیم همون رو میخوریم دایی ما پیش داره گاب نیستی کن انا خانم زیبا چیزی خواهش دیل ده هست مرامت بی برکن بکر آلبوم صورت با چی میپراته اینا صورت دیل اینا با هر یک پوپلاکوی فضون نگاه کن شما دا میخواین که این زنی کنی شما حال به موی سر کجاله کن تراس کرد ای برادر همین من را بگو من خیلی راست میکنم تو چی در سر تراش خانه یاخی یا سلام دا صورت بگی بخوان چی خیلی بخوان نخوان در خانه نمیخوان دیدی کو او خاصی غیره خشون نیست کو برادر خطه ایسی کلتا وید نداری او با میگی بخوان کنی سلامت باشه این میگم پاکتش با فکرم پدر کن انا جورا انا برادر کسانی که با شما کار میکنن هیچ وقت پشیمون نمیشه سلامت باشید رحمت